سلام. من اسکندر خواجه میرزاده شما را با خلاصه مهمترین رویدادهای تاجیکستان آشنا میکنم. دادگاه اقتصادی ولایت ختلان کارخانه تاجیک ازات سرمایه‌دار اوکراینی دمیتری فیرتاش را به مالکیت دولت تاجیکستان شامل کرد. وکیل مدافع شهرت قدرتوف به رادیوی آزادی گفت 95% سهمیه های تاجیک ازات به دمیتری فیرتاش و 5% آن به خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی زید سعیدوف تعلق داشت. محاکمه تاجیک ازات بر اساس دعوای اگنتی مبارزه با کروپسیا است که خصوصی گردانی این کارخانه در سال 2002 را غیر قانونی شمرده ملی کنانی تاجیک ازات را از دادگاه اقتصادی ختلان تقاضا کرده بود. بهار سال روان دادگاه اقتصادی دوشنبه کارخانه دوزندگی گلستان را هم که به دمیتری فیرتاش تعلق داشت دولتی کرده بود. رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که امروز در تاجیکستان جای مکالمه را تهمت و تحقیر و جای سازش را فشار و تهدید گرفته است. محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پیام به مناسبت 17مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی گفت وحدت جانب‌ها در تاجیکستان نتیجه مکالمه و سازش اندیشه‌ها و افکار دینی و دنیوی در کشور بود، اما امروز دایره های مخالف به وحدت موفق گشتند که از نو فضای مخالفت و ناباوری را ایجاد نمایند. حق چی است؟ آشکار بگیم، چرا نه؟ که این حزب میتواند مسئولیت کشور را به دست بگیرد. اگر نتوانستید درست رفتار کرده، نهضت اسلامی تاجیکستان آماده است که مسئولیت کشور را به دوش بگیرد. فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه‌ها از آن شکایت دارند که مقامات محلی با هر بهانه به کار آنها مانع ایجاد می‌کنند. در عرفه روز وحدت ملی تاجیکان یعنی 27 ایون، رادیوی آزادی چند گزارش جالب درباره راه دشوار صلح آماده کرده است که روزهای آینده خدمت شما پیشکش خواهد شد. آزاده رحمان، معاون اول وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از سرمایه‌داران تاجیک در خارج کشور دعوت کرد تا در رشد وطن خود سهم گذارند. او این نکته را در همایش هموطنان برون مرزی که روز 24 ایون برگزار شد ابراز داشت. در همایش دو روزه هموطنان برون مرزی که با تشبث حکومت تاجیکستان و دستگیری سازمان بین المللی مهاجرت برپا گشت، دیاسپوراهای تاجیکان، سازمان‌های جمعیتی و عالمان و نمایندگان دیگر ساختارهای دولتی گرد هم آمده راه‌های جلب دیاسپوراهای تاجیکان به روند رشد کشور و دورنمای سرمایه‌گذاری به اقتصادیات تاجیکستان را مطرح می‌کنند. این نه فقط سرمایه مالیوی، این فقط سرمایه اینتלקتوالی، این در اقتصادیات، در اجتماعیات، من در نظر دارم در مدنیت. شما باید دانید که در دیاسپورای ما در خارج روسیه، در اروپا چقدر جوانای بالایقت پیدا شده ایستادند و چقدر ما اعضای دیاسپورای تاجیکان در فرانسه، در بلژیک دیگر جاهای که آنها برای رشد رونق کشورهای دیگر کار کرده ایستادند و اونها را جلب کردند در کار. تحقیقات در 3 شهر کلان روسیه معین کرده است که فعلا تاجیکان سرمایه‌دار روسیه آماده نیستند برای کار و زندگی دائمی به تاجیکستان برگردند. جسد 2 تن از ورزشگران نورس که روز گذشته ماشین آنها در ناحیه ورزاب برود افتیده بود یافت شده است. رحمتشاه کمالوف سردار ریاست ورزشی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان روز 24 ایون بر رادیوی آزادی گفت نجات بخشان یکی از جسدها را در محل چارباغ و دیگری را در آبانبار ورزاب پیدا کردند. وقتی غلطیدن ماشین یک پسرچه از درون خود را میپرده و دیگرانش به درون آب میافتند. وقتی کوفتکو از درون آب راننده یعنی مربی ایسوف ایرامجان را دریافت میکنند و این چونین فرزند همین مربی را دریافت میکنند و 3 نفر دیگرش علاقه در جستجو هم. کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگوید جستجوی جسد 3 تن باقی مانده همانا ادامه دارد. همین منبع می‌افزاید وضع ایسایف حسین خان که هنگام سرازیر شدن ماشین نجات یافته بود خوب است و او فعلا زیر معاینه پزشکان میباشد.
پری از پشت کوه قاف فیلم کارگردان تاجیک فیلم بهرام‌الدین سیف‌الدینوف است که اخیراً نوارگیری آن در ناحیه عینی ولایت شمالی سغد تاجیکستان به پایان رسید. این فیلم از ناکامی زن قصه می کند که در شب تویش شوهرش را توسط زهر به هلاکت می رساند، اما نوابسته به عذاب و مشکلات با اراده مستحکم تا آخرین لحظه به محبت خود خیانت نمی کند. نقش اساسی را در این فیلم دلبر عمرova هنرپیشه معروف تاجیکستان اجرا کرده است. باور کنید در مدت این 5 سال گویا که این نقش تماما به دل و جان من، به وجود من جا گرفته باشد. برای دریافت معلومات بیشتر درباره این فیلم و دیگر رویدادهای تاجیکستان و جهان سر بزنید به سامانه رادیوی آزادی و سایت های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و ادناکلاسنیکی و همچنان تلفن های همراه خود.